یادتون باشه که ما ایرانی هستیم. من یه دوستی داشتم فلسفه میخوند در فرانسه، گفتش که برخی از این فلسفه ها به ایرانی‌ها میگن مردمان جاویدان، چون کهن‌ترین سرزمین و کهن‌ترین تمدن بشری است ایران. وقتی به سایت یونسکو مراجعه کنین، ما کهن‌ترین سرزمین و کهن‌ترین تمدن بشری هستیم. زرتشت قدیمی‌ترین پیامبر است. میگن اینا مردمان جاویدان هستن و به همین دلیل کار مشکل تره. کاری که ما میتونیم بکنیم چی؟ من اینو میخواستم بگم که هرگاه خرد جمعی تغییر کنه، تمام ساختارها ناگزیر تغییر خواهند کرد، به طرز شگفت‌انگیز، به طرز باور نکردنی، به شکلی که هیچکی تصورشو نمیکنه. ناگهان تغییر میکنه. تغییر همیشه از خود و از درون آغاز میشود. تغییر در حوزه واقعیت انعکاس تغییر در خرد جمعی است. برای ایجاد تغییر در خرد جمعی، آگاهی تک تک آدم ها باید تغییر کنه. بزرگترین کاری که من و شما، هر یک از ما کلاً میتونیم بکنیم تا وقتی زنده هستیم، برای خودمون و برای نسل‌های بعدیمون، اینه که از خودمون شروع کنیم. من ببینم آیا واقعاً میتونم درست‌تر رفتار کنم، درست‌تر فکر کنم، چقدر میتونم کمی بیشتر مسئولیت پذیر باشم. حالا هر کی تو حیطه شغلی خودش، هر کی میتونه در یک حیطه‌ای تاثیرگذار باشه. همه ما میتونیم.